سلام دوستان عزیز، خوش اومدیم به این ویدیو. تو این ویدیو اومدیم سیزن جدید رو ببینیم آپدیت بوده یا پایان، اصلا ببینیم چه چیزایی تغییر کرده و بریم سراغ ویدیو. اول از همه از بتل پس شروع میکنیم. این تایر 1 تا 5شه. این کاراکتر جذاب اسم کاراکتر رو بذارید ببینم، بعدن گرفتم یادم باش. اسپاروک هم چیزی بود. بریم گانش هم چیه؟ گانش هم کریک سیکسه و گانش بد نیست. تو این سیزن یه سری گانه که فکرش هم نمی کنید شدن گانه خفن این سیزن، اصلا فکر نمی کنیده. سی بی آر هم خوبه. سی بی آر که تو همه سیزن خوب بوده، فقط یکی دو سیزن پیش بود که فکر کنم یه ذره نرف شده بود و کلاً چیز کرد، ضعیف شده بود و دمیجش پایین بود. کاراکتر تایر 11 تا 15 آجاکس برگام، چه ست خفنی زدم من جی. این ورم گانشو داریم. فقط این گان این اسکین آخریه رو یه ذره خوشم نیومد، دور دیدم نمیدونم. S36 گانش کلن چرته، یعنی بافترین گانه سیزنم باشه بازم شما باش نمیتونید بازی کنید. یه گان جدید داریم سو 14. گانشو تست کردیم چون فعلا نه تایرش رسیدیم، مثلا سیزن تازه اومد. یه دنسی هم اینجا داریم، دنسشو بذاریم ببینیم. نه داداش کی میخواد ببینه 190 مگه دنس مگه میشه. رینز این ور کاراکتر رینز رو داریم و این دو تا ست خیلی باحالن. این آجاکس و رینز کاراکترهای باحال این سیزنن. این ور این گانو داریم ایسو همون ایسو خودمون ایسها و بد نیست. این گانم بازی کردم خوبه. این اسکین خوب بد نیست خداییش، نه نامردی بهش گفتم خوشم نیومد چون کاراکتر باله. ببین بتل پس نمیشه انتظار خیلی خفنی داشت. و اینجا هم گان همون سو 14 رو داریم که تازه بازی اضافه شده و اپیکش هم دادن. این هم منوی اصلی بازی بتل پس رو دیدیم. اینجا هم یه دونه گردونه داریم، ببینید چیه. اوه کاراکتر همونه. این خیلی آشنا چیزی کاراکتر، اینا خیلی آشنا نمیدونم چرا هر برای تیکن بود داره وایسا. آره فکر کنم، ولی نمیدونم چرا هر چه آب مزید شنیدم نمیدونم این برای تیکن بچه صدا نداره، صدا قد نمیدونم خونه هم برای تیکن باشه. آره دیگه سیستمشون هم همونجوری بود این کارهایی که میکردن. خب این 14 کاراکتر داریم. این که اباعتشون از همه بیشتر آخریه، ولی اینو بزنیم ببینیم چی میده با ما. یه اسمارس لجند داریم بردگام. اینجا اسمارس لجند داریم، مگه میشه؟ چجوری باید بگیریم این ستا رو؟ بگیریم ببینیم چی به ما میده. این اسمارس چجوری میده؟ کالکت استریت فایتر لژندری اپراتور. اینو باید این چیزا رو بگیریم. فکر کنم ما یکیشو بگیریم، نمیدونم بزنیم ببینیم چی به ما میده. ای وای حاجی، فکر کردم کاراکتر رو داد، یه لحظه گفتم که این
چیز پروفایل لجند چیزای خوبی داره، ولی از حق نگذریم. اینم باحاله دیگه گذاشتید. ببینی یه دونه بدون اسکیپ میخوام بزنم. اسکیپو زدم. یه 3 بار دیگه مونه. یه اسکیپ مو بدید ممنونت میشم. 2 بار. و تو رو اول فصل تو رو جان جددی اسکیپ مو بده دیگه. نداد. شانس نداشتیم متاسفانه. اینجا حالا میتونید بگیرید. خیلی مونده. تازه اومده دیگه. و منو هم آقا زیاد عوض نشده فعلا به رو که ببینیم. نتمون خیلی قویه. منو اینجا هم که فقط تصویرش عوض شده بود. اینجا CP2 برابرم اومده. گردونایی که دارید میبینید و استار باکس اینجا عوض شده. چجوریه نمیدونم. خیلی عجیب غریبه منوش. بذاره نمیدونم والا، ولی بعداً یکیش میکنم. یه تونستم براتون ویدیوش هم میذارم. ایول نت آقا. ایول نت. ببینیم نت تا کجا جواب میده. چیزی زیاد اینجا عوض نشده. این یه دونه دیل جدید داریم فکر کنم. این نبودش تا اونجایی که یادمه. آره این تازه اومده و یگانه LK24 هم بود که ریر بود. یعنی چیزا آقا اینجا برای دیلی چالنجمون دیگه اون باکسا نداریم و این تر دادم بهش و بیاید یه دونه براتون بزنیم دیگه. اینطوریه دیگه آقا. عوض شده دیگه بخوای حساب کنی. الان میتیک به ما داد. میتیک نداریم فعلا. گرفتیم میتیکو. ایونت هم یه دونه زیاد چیزی نیستش. خب اینجا گان استریکر اضافه شده اگه همه گانا رو گرفته باشید. و ایونت هم آقا این چیه، یه دونه DMZ اضافه شده. هم ایونتش هم گیمش اضافه شده و من تا حالا خودم بازی نکردم ولی ویدیوهاشو داشتم میدم. چیزای بالی بود. خیلی چیز بود. یعنی یه چیز جدیدی بود تو کالافو. DMZ ریکون اینا. ما متاسفانه ماپو چون دانلود نداریم نمیریم سمتش. آره این مود از این تغییرات تا اینجای کار و دیگه چیزی نمونده. گانای اضافه شده هم که یه دونه چیز بود سو 14 که فکر کنم تو همین دسته نه SMG ها فکر کنم باید باشه. SMG هم نبود. چی بود سو 14. آها اینا تو دسته مارکسمن ها بود که خیلی دلچسبی نیست. این تورنمنت رو بریم یه دست استارت کنیم. به کارایی متاسفانه تورنمنت کنسله. آقا سر یه ایونتی به ما 10 تا کارت طلایی داد. ایوه از این دیگه تو بازی هم بیایید بهتون رنگ رو نشون بدم. اسکین رنگ و ایناش همینه و دیگه چیز زیادی نیست. انشالله چیزای اول دوم لجنگ کردم. دیگه چیز
چیزی نداره بخوام بهتون بگم. آقا این بود از این ویدیو و امیدوارم لذت برده باشید. اگر هم خواستید CP 2 برابر بزنید دیگه اومده دیگه، میتونید سریع برید از سایت سفارش بدید و امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و خدا نگهدار تا ویدیوهای بعدی.